دوستانی عزیزم، دنیا 3 روز است: دیروز، امروز و فردا. دیروز هر چی بود گذشت، شایدم به فردا نرسید. پس این روز از توست و این روز را از دست مده و شخصی مفید و خوب و مهربان باش. بیایید با هم آشنا زندگی کنیم و از ناآشنایی ها بیرون رویم. حیات کوتاه است و بسیار زودگذر و نمی سازد که در کنج تنهایی و دور از نزدیکان به سر بریم و در همان گوشه تنهایی به یاد فراموشی سپرده شویم. بیایید با برادران و خواهران و دیگر خویشان و نزدیکانمان رابطه های دوستی و محبتمان را بیشتر سازیم و از احوال آنها با خبر شویم و نیازهای همدیگرمان را برآورده سازیم. آن دوستی فراموش کرده‌مان را به یادمان بیاریم و به یاد عمه ها و خاله هایمان باشیم. سر به خانه عمک ها و تقاهایمان بزنیم و با یار و دوستانمان آشنا باشیم. مگر همین ها نیستند که در غم و شادی ما شریکند؟ پس ما هم در غم و شادی آنها شریک باشیم و فرصت ها را غنیمت دانیم. لبخند شیرین زیبا داشته باشیم. مهربانی ها را برای فردا نگذاریم دوستانم. سالهای پیش برای عیادت خویشان و نزدیکان مسافه خیلی دور را طی می‌کردند. با اسطورها با مشقت‌های زیاد برای دیدار دوستان می‌آمدند. حالا در این عصری که ما زندگی داریم، این مشقت‌ها دیگر نیستند. پس که نوع عداوت و دشمنی و حسد را بر قلب‌ها راه ندهیم، وگرنه آرامش‌ها از دست می‌روند. خیر دوستان خوبم، با شما بودم از کوهستان سر بر فلک هایی. خیر، خداوند یار و مددگارتان باشد.